اساسی ترین منشأ و علتی که امروز جوانای ما ناامید شدین از زندگی، باور بکنی تنبلی عبادت است. نماز صبح در وقتش نمیخوانه، 8 بجه از خواب بیدار میشه. نماز چاشت بالاخره به عنوان با بهانه های مختلف نماز را ترک میکنه، ذکر و عبادت را ترک میکنه. باور بکنی اساسی ترین مشکلی که امروز جوانهای ما را از پا از در زانو در آورده، که امروز در زندگی لذت ندارن، در زندگی ناامید هستن، باور بکنی اساسی ترین علتش تنبلی به عبادت است. نماز را به وقتش نمیخوانه، عبادت را نمیکنه. عبادت در جوانی، توبه کردن در جوانی، قرآن کریم تلاوت کردن در جوانی چقدر لذت داره. جوانان عزیز، برادرای عزیز، هیچ وقت از دربار پروردگار ناامید نشوی. باور بکنی همه عبادت خود را جور بکنیم، عبادت خود را درست بکنیم، ایره مطمئن باشی 100% برتان اطمینان میتونم هیچ وقت در زندگی به ناامیدی دست نمیدی، هیچ وقت ناامید زندگی نمیشی. نمازهایتان را ترک نمیکنی. همین جوانی که 5 وقت نماز خود را به جماعت ادا میکنه، همین جوانی که همیشه به ذکر و عبادت الله هست، باور بکنید در زندگی بهترین و عزیزترین روزهای زندگی خود را سپری میکنه. ولی او جوانی که امروز ناامید زندگی است، باور بکنی که شیطان همراه او شده. پس جوانای عزیز، کوشش بکنیم کمبودی در عبادت را دور بکنیم.